با 3,000 تومان باید 3 وعده زندگی کنی. صبحونه باید بخوری، میان وعده باید بخوری و نه 3,000 تومان 3,000 شروع وعده شروع میکنیم. به بازی قوانین داره. قوانین نگفتی. اول جای پروز میگی. ببین قوانین این که حتما باید چیزی بخوری. نمیتونی بگی نمیخورم. خب یک. آقا یه سوال، الان 100 تومان 10 تومانش ترجمه بمونه ما چه اتفاقی واسه میفته؟ پیشی میگیریم مثلا؟ نه سگ. الان بگم ما 10,000 تومان ترجمه بمونه امتیازی میگیریم، 10 امتیاز به اضافه میگیریم؟ نه دفعه میذارم تو جیبه. آره تا جیبه. حتما باید چیزی بخوری. هرچی بهتر بخوری نمره بیشتری میگیری. قطعا میری بالا 18 سال. خب یک سوم بونوس هری صبونه رو بگیریم لاچه این صبونه قاپون این چقدر شد؟ 18. این چقدر میشه؟ آره ولی اینم ده. این 7 ببین من که صبحونه‌مو خریدم. من صبحونه‌مو دارم. یک کیک می‌خوای بخوری؟ یک کوروسان. برو کوروسان چیه؟ یک صبحونه فرانسویه. کوروسان. تو ساده صبحونه تو کوروسان شروع کردی؟ آره؟ هتل. تو هتل 5 ستاره پیازش پخت نمی‌کنه. ببین تا الان 2 تا نونوایی رفتیم و پخت نمی‌کنه. ببین تا الان 2 تا نونوایی رفتیم و پخت نمی‌کنه. ببین یه نونوایی لواش رفتیم مجبوره یه بسته بخره. ببین درسته داخل پنیر 7 تومن هزینه کرده. الان یه نون 10,000 تومن هزینه می‌کنه. نون کوچیک باگت ها 10 تومنه. نون کوچیک باگت ها 10,000 تومنه. شاید بیشتره. میشیم بریم از مشتی بپرسیم چقدر شدم این نون باگته؟ 6,500 جلو افتادی 15 تومن با یه نون باگت یه پنیر خامه‌ای روزمون رو آغاز کردیم. امیر 15,000 چقدر؟ 18,000 تومن 18 تومن گول خوردم روش نمیشه 15 تومن 18 تومن میگرفت. دروغ نگو قیمت مصرف کننده رو میدی نه تا خب رفت تو باشم دیگه. چرا کوروسان فرانسوی به قول خودت ولی صبحونه بهتری میخوام. ببین پول بیشتری داره ولی صبحونه بهتری میخوام. آخه کی نون باگت و پنیر میخوره؟ نون باگت و پنیر کی میخوره؟ نون دیگه داشت. نون یه سوال خارجی ها نون باگت و پنیر میخوره چون نون لواش که ندارن. نون توست میخورم. نون توست هم میخورم. نون توست هم میخورم. بگو نون توست هم میخورم. نون توست برای آدم خیلی فقیر یادی تو دورو بگو برای آدم خیلی پول داره. زندگی در شرایط سخت من اومد حوال کرد حاجی نون داده یا خاک کرده؟ بده بخوره بیا ازش ویدیو نگیرم. صبحونه آفاس روی 13,500 با منشو 18 تومن. هزینه بسته بندی هم داد. آره واقعا. ببین الان رفتیم میان وعده گرفتیم. خب موز گرفتیم. ببین قرار نبود موز بگیرم. من گفتم من موز میگیرم. میخواست توت فرنگی اول بگیره. بعد پرسید چند الان موزه گذاشتم رو ترازو و اینا. بعد پرسید توت فرنگی چند؟ اندازه 20 تومن چند تا دونه میشه؟ یاری گفت 3 تومن. من تقلب کرد عوض کرد. 3 تومن؟ 3 تا. 3 تا تونه. از 20 تومن چند تا دونه میشه؟ 3 تومن. نه. چی شده؟ نه، 3 تا دونه میشه. 3 تا دونه. آره. یعنی من بعد عوض شدم موز بخرم. بعد موز چند تومن شد؟ موز شد 13 تومن. موز من شد 12 تومن با اینکه موز این بزرگتره. این موز منه. بزرگتره. موز تو بیا. این موز منه. این موز اینه. تو پاره است. حواسم نبود ویدیو داره بگیری بازش کرده داشتم میخوردم. موز من بزرگتره. موز من ها. مسابقه داریم برگزار میکنیم.
مسابقات بین‌المللی موز پرت کنی. آره ولی خب حالا این بار یه خورده مسابقات فرق کرده. همین میدونه مسابقات چه فرقی کرده. ریکالا بعدی خیلی فلاشی تازه موز 2 تا شده. ببین یه موضوع نام برده میشه، توی اون موضوع باید شرط میندی که چند تا دونه میتونی بگی. مثلا یه موضوع نام میبره که آقا چیزایی بگو که تو ماشینه، خب تو میگی 10 تا دونه میتونی بگی، میتونی 10 موردش داخل 30 ثانیه نام ببری. من میگم نه من تا 11 تا بگم، تو میگی 15 تا، من با خودم فکر میکنم 15 تا رو نمیتونه بگه تو 30 ثانیه بگه، تو 30 ثانیه من بذار بگه. اگر بگی همون 15 تا رو امتیاز 15 تا اضافه میشه بهت، اگر نگی 15 تا منفی میخوری. امتیاز الان چنده؟ الان 0. آها واقعا هر جفتمون 0 دیگه، شروع نکردیم. کم میشه. آره منفی میگیری، منفی میگیری، منفی 15 میشه. بعد در آخر هر 10 امتیازی که داری برابری میکنه با 10,000 تومان. سیستم چی میشه؟ اگه تو با 20 امتیاز بیشتر منو ببری 20 تومن پول من به تو میرسه. خیلی هم عالیه. موضوع اول کشورهایی که با که شروع میشن. خب چند تا میگی؟ 2 تا میتونم بگم. 2 تا؟ آره. من 3 تا. 3 تا میتونی بگی؟ آره. 4 تا. 4 تا؟ آره. بگم. کلمبیا، کنیا، کوبا، کامرون. کامرون شهر مگه نیست؟ تموم شد تو 10 ثانیه. 4 امتیاز داره. آره. پایتخت کشورها. پایتخت 10 تا میتونم بگو 10 تا بگو. 10 تا بگو دیگه. 3 2 1 ایران، کابل، واشنگتن، پاریس، لندن، مسکو، دبی، کشورها. استرالیا چی بود خدا؟ 6 5 بعد تازه یه سوال الان بریم ویدیو رو چک کنی. اولین پایتختی که گفتی ایران بود. تهران. من می‌خواستم 10 تا رو بگم دیگه یه دونه کم گفتی ایران. سرویس. آره عزیز میرفتیم ویدیو چک. امتیاز منفی میخوری. متاسفانه همین اختراعاتی که زندگی رو راحت کرده. اوکی. تا چیزو 6 تا میتونم بگم. 6 تا میتونی بگی؟ داره بگم 10 تا. راحته واقعا راحته. 7 تا میتونم بگم. 8 9 تا بگم. 9 تا بگم. بزن 3 2 1 ماشین، گوشی، لباس ظرفشویی، ماشین ظرفشویی، ماشین لباسشویی، تا الان 4 تا دونه. قفل، آره داشت امنیت برات خریده. کیف، تا الان 6 تا. بعد آیفون تصویری و این داستانا. بعد چرخ، تموم شد. 8 تا بود. بازم منفی خوردی. آخه چقدر زدم تو این بازی. همین داره منفی 9. حیواناتی که پرواز میکنن 10 تا میتونم بگم. 10 تا میتونی بگی؟ 10 تا بگو. بزن 10 تا رو بگم. بزن. عقاب، شاهین، قناری، گنجشک، قرقی، قمری، یا کریم، کفترچایی. 2 تا یکی. خب سره، زاغ، کلاغ. سر من هم گنجش نیست. نه اوکی درست. بازم میخوام بگم 15 سال این 10 تا دیگه. مثلا چی داریم؟ مثلا کرکس داریم دیگه، جوق داریم دیگه. موضوع برای دانشمندای معروفه. 2 تا میتونم بگم. 3 تا میتونم. 4 تا. 4 تا میتونی بگی؟ آره فکر کنم. بگو 4 تا تو بود. بزن فکر کردی گفتی. ها؟ خب انیشتین، تسلا، بزن از این کم شد. انیشتین، تسلا،
ابراهام لینکلن چه اختراعی داشته نظرت؟ نه نداشته چی؟ چرا باید تو الان بین دانشمند ابراهام لینکلن میزنه داشته این همه دانشمند نه 4 ثانیه وقت دو تا میشه نگفتی داشته نمیشناسم تسلا، انیشتین، ادیسون، اوپنهایمر. ادیسون اصلا چیزی اختراع نکرد. ادیسون چرا اختراع کرد؟ ریشه لامپ اختراع کرد. نه ادیسون دزدیدم اونم. ادیسون خودش اختراع نکرده. ادیسون گراهام بل تلفن اختراع کرد. با این همه چیست؟ چجوری نگفتی دو تا گفتی؟ خیلی آدم عجیب هستی. مثلا منفی 4. توی موضوع خیلی بدم. موضوع عجیب. چیزایی که برق لازم دارن تا کار کنن. برو 3 تا میگه. 4 تا 5 6 تا 7 تا 8 بگو بزنم ماشین لباسشویی، یخچال، ماشین ظرفشویی، اجاق گاز. اجاق گاز برقی. اجاق گاز برقی، ماشین برقی. دیگه اتو، جارو برقی. چند تا شد؟ 7 تا. یه دونه دیگه داریم. یه دونه کاری نداره. تلفن خونگی؟ نه با برق کار میکنه؟ نه باید بزنی تو برق؟ اون تلفنه تو برق نمیره، برق میره تلفن کار میکنه. بخاشور. کار کرد تموم شد. وای چجوری تو یه ثانیه گفتی؟ وای خدا. شغلا که توش با مردم حرف میزنی. خب یکی میتونم بگم. یکی شغل خودش. خیلیش میشه. تمام مغازه‌ها رو میتونم بگم. آره چند تا؟ من یکی میکنم. 10 تا میتونی بگی؟ 10 تا بگو. خودم میتونم یه چیزی بگی 10 تا. نه فکر میکنم. نه آقا بیا. زدم پرده فروش. خب. میوه فروشی. خب. سوپرمارکت. خب. مکانیکی. خب. دیگه تعمیرات لوازم خانگی. خب. کاموا فروشی. خب. خرازی. دیگه آره 7 تا شده. 7 تا. آره. دیگه نمایشگاه ماشین 8 تا. دیگه الکترونیکی 9 تا الکترونیکی تامین الکترونیکی و قنادی. برای یکی میگه تموم شد. اینم 10 تا 30 تا دست. چجوری سری یکی میگی؟ ها؟ سری یک میگی؟ سیاره‌های منظومه شمسی یا اجرام فضایی. آره اجرام فضایی میشه. چی هست؟ نمیدونم نمیگم. من 2 تا نمیفهمم. 4 تا میگی؟ چند سیاره داریم؟ 7 8 9 تا داریم. 7 9 تا داریم. میشه 9 تا بگی؟ نه قطعا. نمیشه. صبر کن. من 5 تا میگم. 5 تا میگی؟ 6 تا. 6 تا میگی؟ 6 تا رو بگو. 6 تا رو بگم. مریخ، زمین، زحل، زمرد. زمرد نداری. زهره، زحل، نپتون، پلوتون. پلوتون. اون یکی رو بگو دوره اول. زمین، مریخ، اینا کی؟ زحل، مشتری. آره، نپتون، پلوتون. اون زهره و چیزی گفته بودی؟ جفتش یکیه. آره، زحل یکیه. نه، زهره زحل که نه. زهره ناهید گفتی. چی گفتی؟ ناهید نگفته بودم. نگفتی؟ من هفتش بلد بودم. تموم شد دیگه. آره، هفتش بلد بودم. اسما که تو کتاب تاریخ شنیدی. 1000 تا میتونم بگم. فقط امتیاز نگیر. 40 نش. آخه چرا چیکار کنی؟ 1000 تا میتونی 1001 بگی؟ بازیش باطله. 1000 تا بگو باش. خب باخت. نه این مسخره بازی این چی تا بازی پیدا کرده. نه وقتی بازنده باشید باختم دیاد. چیزی بعد است؟ نه دیگه نداری موضوع؟ نه 10 تا بود. کدومشو بردی؟ 30 تومن بردی. اول تو بگو چی گرفتی؟ من که متأسفانه همین که 30 تومن باخته بود 70 تومن داشتم رفتم یه دونه از این ساندویچ سردا گرفتم. تو برای 13 تومن موند. آره 13 تومن نخریدم. این 13000 تومن موند سیو پول برای بعداً. من واقعا چیزی نمیشه. یه دونه نون همون که افس صبحونه خورده بود من خریدم. می‌خندیدی الان نون و پنیر می‌خوری؟ من نونو داشتم نون کالباس می‌خوری گرونتر. من نون کالباس می‌خورم. بعد 2 ورق. صدا اینو. این دقیقاً امیر 40 تومن میتونست خرج کنه. 6500 نونش شد. می‌دونستیم 6500 نونه چون من خریده بودم. آره. کالباسو فقط اندازه 33000 تومان میتونست بخره. این 2 تا ورق دقیقاً شد 33000 تومان.
یعنی یه دونه انداخت شد 17 تومن، یه دونه دیگه مینداخت میشد اگه همون 17 تومن بود میشد چقدر 34 تومن. این دقیقاً 33 تومن. 33 تومن. یعنی شانسی که داشتی لذت شو. ولی میتونم یه امیدی بده امیر. چی؟ کال واسه تو اینم دقیقاً همون کال واسه. خب باید داشت بر تو 4 تا کال واسه برام. 4 تا کالوس داره، مخلفات داره. آره. به به. گول به به. رفتم گفتم ارزون ترین کالباستون چیه؟ اینو داد. کالباس قارچ و گوشت. قارچ مرغ. قارچ و گوشت آره. داری مثلا قارچ و گوشت؟ نه. باز به این دونه از همون دونه صبح بود. خب ماشین تحصیل شد. اصلا میگه چی کار کردیم؟ من دارم یه بهترشون میخوام. اینقدر خوشگود بیچاره نمیتونه غورد ده. خب لایک کامنت سابسکرایب یادتون نره. خداحافظ. من از مسخره بازی نمیدونم. خب عرضم به حضورتون که با 40,000 تومان شما میتونید یه دونه بیسکویت ساق طلایی بردارید بخرید و همراه 2 تا ویفر رنگارنگ که بقیه پولتون رو بهتون بدن، چون بقیه پول اصلا 5 تومن نیستش تو دخل. شما مجبورید بقیه پولتون اگه 40 تومن تازه داشته باشید صندوق ازتون تشکر میکنه یه نفر 40 تومانی بود، یعنی 10 تومانی داشته پول خورد. بابت این موضوع ازتون تشکر میکنه. به نام خدا هستم، من مرکز هستم، خوشحال هستم که پیش شما هستم. امباپه